تاجیکا کی هستند؟ تاجیکا یکی از قوم‌های آریایی هستند. مردم شجاع، متمدن و دارای تاریخ پر افتخار هستند که زبانشان فارسی می باشد و دینشان اسلام. مانای تاجیک مردم تاجدار مانا می دهد که قوم بومی اصلی خراسان بزرگ هستند. تاجیکا از 5300 سال در سرزمین خراسان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و ایران امروزی حاکمیت و تاریخ تمدن دارند و تاجیکا با فارس‌ها، با کردها، لرنه‌ها و دیگر قوم‌های آریایی همتبار هستند. حاکمیت تاجیکان بعد از اشغال بریتانیا ختم شد، چون که بریتانیا از قدرت تاجیکان ترس داشتند و دیگر نگذاشتند که تاجیکان حاکم باشند. تاجیکان غلامی را هیچ وقت قبول نمی کنند و بر کس سر خم نمی کنند. به زور خود همیشه حکومت کردند و همیشه حکومت می کنند.